آخوند قزوینی و مفهوم واجب الاطاعه بودن. آخوند قزوینی میگوید هر کس که طاعتش را خداوند واجب نموده بایستی از علم غیب برخوردار باشد. با روایات متعدد شد بیش از 40 تا 50 تا ما روایت در این زمینه داریم که ائمه علیهم السلام اصلا فرمودن امکان پذیر نیست خدای عالم اطاعت بنده ای را واجب بکند و علوم غیبی را بر روی او ببندد. امکان پذیر نیست خدای عالم اطاعت بنده ای را واجب بکند و علوم غیبی را بر روی او ببندد. این هم پاسختون از دوست. و اما چند پرسش از این آخوند بی سواد. الله عزوجل اطاعت پدر و مادر را بر بندگانش واجب نموده است. آیا این بدان معناست که هر پدر و مادری را از علوم غیب باخبر ساخته است؟ و آیا هر شوهری علم غیب دارد که الله عزوجل اطاعت شوهر را بر زن واجب و فرض نموده است؟ و آیا شما که تقلید از مراجع را واجب می‌دانید، مراجع شما علم غیب می‌دانند؟ و اگر علم غیب نمی‌دانند، پس چرا اطاعت از آنها را واجب می‌شمارید؟ و آیا آقای خامنه‌ای علم غیب دارد که شما پیروی از ایشان را واجب می‌دانید؟ من میدونم واقعا کیف میکنن، لذت میبرن وقتی که صحبت‌های حضرت استاد رو میشنون. استدلال‌های کاملا درست، منطقی و مستند اینجا بیان میشه در این شبکه.